در ناحیه دوستی نارسایی معلمان در مکتب‌ها به حدی نگران کننده رسیده است. اکنون در قزاقستان جزای بدگفتاری سنگین‌تر می شود. در قزاقستان قطاری که برای تاجیکستان گندم می برد دچار صدمه شد. رقیب رزمیکاری تاجیک نورالله علیف در نخستین سبقتش در UFC معلوم شد. در ناحیه دوستی نارسایی معلمان در مکتب‌ها به حدی نگران کننده رسیده است. رهبریت ناحیه دوستی برای برطرف سازی نارسایی کادری در مکتب‌ها و هوسمندسازی آموزگاران را به کار دعوت کرده به معلمان وعده کرده است که هر کسی به کار می‌آید به او زمینی نزد حوالگی داده می‌شود. به اطلاع نشریه فرج در ناحیه دوستی 8 آموزگار فن‌های زبان روسی، 15 نفر آموزگار زبان انگلیسی، 3 نفر آموزگار فن شیمی، 3 نفر فیزیک، 5 نفر آموزگار فن متماتیک و تکنولوژی اطلاعاتی نیز 3 نفر نمی‌رسد. رئیس ناحیه نشانزاده دوران در دایره جلسه جنبسته مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه دوستی معلومات داده گفته است چند پیش در عرفه ایدی کسبی آموزگاران نیز به 30 نفر آموزگار جوان زمینی نزد حوالگی داده بودند. مسئولین این اقدام را زمینه مساعد بهر برطرف کردن نارسایی کادری، تامین شرایط سازگار برای آموزگاران و بلند برداشتن سویه دانش خوانندگان می‌دانند. وزارت کارهای داخلی قزاقستان خبر داد که شروع از ماه مارس سال 2023 برای استفاده لفظهای قبیح در جایهای جمعیتی جریمه به اندازه $150 ایالات متحده آمریکا و یا حبس مأموری تا 3 روز تعیین کرده می شود. عظمت کوریمبایف، یک مسئول وزارت کارهای داخلی قزاقستان، به رسانه‌ها گفته است که عین زمان برای میده اوباشی در حجم $37 ایالات متحده آمریکا جریمه و یا حبس مأموری تا 15 روز پیش بینی شده است. در تحریر نوی قانون جریمه به $150 ایالات متحده آمریکا برابر و مهلت حبس تا 30 روز نشان داده شده است. سالهای آخر کاربران شبکه‌های اجتماعی از قزاقستان در موضوع رفتار اخلاقی در جایهای جمعیتی شهرهای آن بحث‌های زیاد می‌کنند. تابستان سال گذشته وکیلان مجلس شهر آستانه پیشنهاد کرده بودند که برای آب دهان پراکندن در جایهای جمعیتی جزا تعیین کرده شود. در ایستگاه منکنت جنوبی قزاقستان وگان‌های قطار بارکشی گندم که به تاجیکستان گندم می‌بردند از خط راه آهن بیرون برآمده چپه شده رفتند. طور خبرگزاری الدالک.kz اطلاع داده است هنگام چپه شدن وگان‌های یک قسم گندم به زمین ریخته است. از روی این حادثه از سوی راه آهن قزاقستان کمیسیون ویژه تأسیس داده شده است. در خبر گفته شده است که از خط راه آهن بیرون شدن وگان‌ها به حرکت قطارهای دیگر تاثیر نرساند. برای رفع عاقبت‌های برآمدن وگان‌ها از خط راه آهن قطار برطرف کننده صدمه را از ایستگاه‌های چیمکن و آریس آورده اند. منبع خبر داده است که این دومین چنین حادثه در هفته‌های اخیر است. 28 دکتبر در نزد ایستگاه راه آهن قربسی ولایت کرگنده 19 وگان غله از خط راه برآمده بود. طبق حساب‌های پیشکی خسارات صدمه به 1 میلیارد تنگه حدودی $2,160,000 تخمین زده می شود. رقیب رزمیکاری جوان تاجیک نورالله علیف در نخستین سبقتش در سازمان UFC ورزشکاری تجربه‌دار برزیلی رافائل آلویس می شود که تا حال 31 نبرد انجام داده است. انتظار می رود زورآزمایی ورزشکاری 22 ساله تاجیک با همتای 32 ساله‌اش سنه 26 فوریه در لاس وگاس برگزار می گردد. در این باره خودی علیف در صحیفه‌اش در شبکه‌های اجتماعی خبر داده است. آلویس تا حال 31 بار زورآزمایی کرده 20 بار پیروز و 11 بار مغلوب شده است. نورالله علیوی 22 ساله تا حال 8 پیروزی در دست دارد و یگان بار باخت نکرده است. او ماه سپتامبر سال 2022 در پی پیروزیش با جاش اویکی آمریکایی به UFC راه یافته اولین نماینده تاجیکستان در این لیگ معروف می باشد.